اینجا کاشف شهر شونشینی نقل شب رهنا چندی سرسختی دبوی سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در لاهیجان برفی. امروز شنبه 10 اسفند ماه و ساعت حدود 11:30 صبح. سال نوی همه عزیزان مبارک باشه. امیدوارم که سالی خوب و خوش در کنار خانواده داشته باشید. این ولاگ از ولاگ‌های جامانده سال 1403 که به خاطر ارسال ولاگ‌های بازارهای هفتگی در نیمه دوم اسفند ماه با حال و هوای عید به تأخیر افتاد و امروز بعد از تموم شدن اون ولاگ‌ها در کانال قرار داد. پیش از این ولاگ یعنی صبح امروز ولاگ رانندگی در شهر لاهیجان رو ضبط کردیم که اون رو مدتی پیش در کانال قرار دادیم. لینک اون ولاگ رو براتون در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار دادم که در صورت علاقه میتونید نگاش کنید. در این ولاگ ما قرار با هم در لاهیجان برفی یعنی عروس گیلان قدم بزنیم. از خیابان کاشف شرقی به سمت میدان چهار پادشاه، بازار روز شماره 2 و 3، میدان شهدا، باغ ملی، خیابان امام خمینی، دور استخر و در انتها در بام سبز برفی لاهیجان گردشی خواهیم کرد. پس پیشنهاد میکنم تا انتهای این ولاگ با ما باشید و از حال و هوای برفی شهر لاهیجان لذت ببرید. لاهیجان عروس گیلان زیباترین شهر در شرق گیلان. لاهیجان به کلوچه، کوکی های خوشمزه، چای و ساندویچ کتلتش معروفه. از جاهای دیدنی این شهر علاوه بر مجموعه بام سبز و تلکابین، آبشار شیطان کو، استخر، میشه به تالاب سوخته کو، تالاب سوستان، موزه چای ایران و مقبره کاشف السلطنه، شیخ زاهد، ساحل بندر امیرآباد، پل خشتی و بازار عاقلی اشاره کرد. لاهیجان در همسایگی شهرهای سیاهکل، آستانه اشرفیه و لنگرود قرار داره و فاصله این شهر تا مرکز استان یعنی شهر رشت حدود 40 کیلومتره. لاهیجان هر ساله در تعطیلات نوروز و تعطیلات رسمی سال مملو از جمعیت و مسافره و حال و هوای این شهر در فصل بهار واقعا دیدنیه. اگر دوست دارید بیشتر با شهر لاهیجان آشنا بشید و جاهای دیدنیش رو ببینید، پیشنهاد میکنم حتما به پلیلیست شهر لاهیجان کانال ما سر بزنید. لینک این پلیلیست رو براتون در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار دادم. راستی اگر به دیدن زیبایی های استان گیلان، بازارهای محلیش و جاهای دیدنیش علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برام بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. شاعر میگه عروس گیلان عشق میلای جان. Papi çıkardı. Siyah krop. Havan da katsana hocam. بعد ریستوره افتادم نخواهید.
بلاگه دیگه گذاشتم قشنگ ببین این برف بازاری شماره 3 الو مداد جان شایم بده یک تو خونه ندانی دوار خوب بس عالی 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 بعد ظهر خلوت میرم جمع میکنم برم باید 12 نباید بشه این بازار چی تعطیله بالا این تو شهر بریم بعد بریم خیابان هستی بعد کوچه برم چی ببینیم بالا باتون یه خورده تعطیل شهر به همه سرش داد
فرشی خود بهتر. یه طرف هست من نمیدونم چرا این وی دارم میرم دارم خیلی سره اون خوردی رفت چه توکلی این دکترها امید و شهدا بریم پیش برق دور بزنیم برمیگردیم از اون اگه باز باشه. این تعطیل بگم مرکز شهر این هوا چایی اینجاست همه مغازه‌ها یک کتری دستشون چای لاهیجان همین دوره سخت می‌خورم بلاگو بگیریم خب تاله بیدار شدم صابونه نخوردم مشغول بلاگه این برف بند نیمده من دیگه بگیرم رمضان نزدیک رجوامی آمده میگم باقلوا رشته‌ای حالا رشت نمیدونم برنجی و کشتا سه نون داشت این کتلت میاد این میدون شهدا اینجا یخ نکنید اینجا برف بار داده این میدون شهدا این میری کربندی این میری رشت آستانه اینجا میری لنگرود میریم سمتی یا استخر
ahora con esa red. برق با قدرت میزن. پاساژ من میام رو روش بریم. پاساژ خیرخواه میگه میشه. دوربینو بس کردم به چپ، دوربینو نگاه میکنم که دوربین ندیدم. کم بریم تو خیابون که نیفتیم. خانم مؤدب همشهری آقایان قدر میده بودیم یه دیگر رو براتون بو میزنم نشترید. سینمای شهرصد یادم میاد، سینمای لاریجا. این راهنما میزنم میدن تو کار راهنما یکیشو راهنما زد فیلم بگیرین این صحنه کشیدن. این میره به میدون انقلاب، اسمش هم کنم خیابون انقلاب. این هم که باغ ملی. بریم باغ ملی چه خبره. جاتون خالی. لایک که نمی کنی، نگاه که می کنی. جاتون خالی. اینجا رو میبینی؟ پیش کنم براتون 1 2 3 4 5 6 تا خانگی کنارم. هم کتلت دارم. دو بعد کتلت دارم. کتلت بهش کتلت مردمه. نخوریم. این هم باغ ملی برفی. باید بگیم مرتضی بک. یه چند تا لایجانی داریم تو کانال، همیشه محبت داده، تلگرام من پیام میداد. یکیشون فکر کنم تورنتو بود، یکیشون آلمانه، اون بقیه رو من نمیدونم. برام همیشه محبت داره. این آشارم با بچهش اومده سرد. بریم باغ ملی گشت بده. توضیحات اولی ویدیو تاریخ رو گفتم. امروز 11 اسفند. رو هواشناسی گفت نارنجی، چون قرمز گفته بود کسی محل چیز نشد دیگه، این یکی رو کسی محل نداد. بعد جالب اینه که من رفتم لنگرود فیلم بگیرم، تا وسط راه رفتم دیدم اونجا نمه بارون میزد، برف نیست. جون اگه ولاگ رانندگی لنگرود گفتیم و نگرفتیم به خاطر اونه. وسط راه رفتیم دیدیم بارونه، برف نمیزنه دیگه، پروژه کنسل شد. یه دور 360 هم مردم بزنم. من برف آدم میبینه کیف. البته چون ما برف کم میبینیم، شاید شهرهای دیگه مثل اردبیل اینا دیگه براشون جذاب. به اون میگن کندوج، البته شرق مازندرانی.
یادم چی میگه. این امارات باغ ملی. آخرین باری که رفتم بسته با هم دورش توری کشیدم. میبینین مجهز دوربینم نمیدونم چه روزی باز میکنم. باز بود براتون میگرفتم. خیلی خوشه. اگه از این خونه علاقه دارین چیز برید موزه میراث روستایی جاده سرابان، این پر از این هست، قشنگ شیک و مجلسی. بریم طرف سخت بام سبز و صبح بسته بودم، ماشین بالا نمیره. حالا شاید بعدا باز کردم، من رفتم بالا اضافه کردم به این ولاگ چون شیب داره. نه اوریه این همه جورم براتون بگیریم. بریم مثلا به خیابونه یکیشو بگیرم براتون. چی بگم خنده نکنیم و اگه مثلا حالا دادی ویلان نمیخواستم بگیرم کار نمیگرم این برف این تایم 100 سال زیان بیرون نمیرم. سرمایی هم باید ما میگم لذت برم. هوا سرد کرد. خب اینجا ترافیک بود. اگه ولاگ دیده باشیم کلی ما ترافیک بود. ولاگ رانندگیش هم میذارم براتون. از کلی تصادف هست. یک کمی خیابون رو میگیریم، یکی دو دقیقه بعد میریم یهو استخر. چون طولانی میشه، خیلی راه است. دیگه یکی دو کیلومتر من میبینم راه. اینجا قبلا بیمارستان 20 آبان بود، الان شده خانه بهداشت. باید دوربین یکم زوم داشته باشه. باز رو ببندی باید زیبایش بیشتر روز نوایده. خب میدون اسمشو یادم نمیومد، هرچم گفت نگاه کردم نبود. نزدیک‌تر بریم شد میدونی که همیشه معمول هست. پاسدار باید بشه، پاسدار هم حاجی داره زنگ می‌زنه. میدان سپاه پاسدار چیه اسمی باید این ماشین اینجا معموله. این رانندگی بغلشه. بریم بالا نزن. این دست راست ما این خود به خیابون قیام. این مستقیم علمت داره میره رانای نقره رفت.
دیگه شیشه گرا میره. ما هم که بخوایم بریم دادستان بگیرم براتون. کجا پایین آره بزن آب نریخته در بریم. اینجا حاشیه سخت. وردی اون برش قشنگتره. نظر جمع رو میپرسیم. همکاره حتی نباشه بکنش واقعیه. اینو من 7 سال اخیر یادم نمیاد اینجا روشن کنم. باید لوله داره. این زیبلاین بود اون بالا. زیبلاینی که 2 نفر افتادن داخل آب کنسل شد. کاکایا رو میرون بالا نشسته. دیگه من دارم بگیرم برای تو اردک نمیدونم شاب دارم نمیدونم خوشگله سنجا تخریب برنامه 90 میداد اون موقع. یه آقای اومده بود اسمشو نمیدونم داشت میگفت آقای فلسفون تعریف از خود نباشه هیچکی مثل من نمیاد دیگه. اون داور بود کارشناس چیکاره بود داشتم یه فکر میکنم هیچکی دوست نباید به بهمان بود. یه خانومی چیز کردن کلیپ گرفتن ازش میگه سال علا سفیر که چشم تهران به ترکیه. نمیدونم چرا هی میاد تو ذهن آدم. اون جزیره وسط و درش رو صبح من دیدم بسته بود. من آدم نمیبینم بره چون تیر رازی ها نمیرن اونجا ممکنه سر بخورن. همین درشو میبندن تا یه خود بتونم پارو کنن یا هوا بهتر شه. اگه وسط نرفتیم با گفتن تا فردا صبح همینجور برف میذاره دیگه. تابلو اونجا نشون سگردانی ممنون یادم رو براتون بگیرم. گفتم بدونی نظر خودم نمیگم. این توضیحات یادم نیست میگم یا نمیگم. قبلا اینجا به عنوان
اون ناصرالدین شافی اگه من اشتباه نگفته باشم رو اول میاد پوز ندم دیگه تو ذهنم از ویکی‌پدیا نوشته. اینجا قبلا به عنوان استخر برای آبیاری مزارع استفاده میشد. صخره خاکی بوده که همجوری خوشگل کردن و به خدا فقط جای دیدنیش همین اطراف شیطان کو اینا نیست. تو مزرعه قوا هست، تالاب سوستانه، تالاب سوختکوه، روستای سرچشمه است، مزرعه قوا گفتم. بعد پل خشتیه، بازار روزاش قشنگه، بازار روز شماره 1 عاقلیه. تالاب امیرکلایه نزدیک دریا هست، بندره. بندر امیرآباد فکر کنم بهش میگن، امیرکلایه نمیشه. بعد دیگه شیخ زاید، مقبره شیخ زاید، مقبره کاشف السلطنه، موزه چای، اینا هم هستش. و یکی دوستان بودن خانوم هم اسمشون من یادم نیست، گفت من تا الان نیومدم، فقط میومدم دو استخر برمی‌داشتم. خواستیم اونجا رو هم نگاه کنیم، قشنگ. قطع کنم بریم تا اونجا طولانی نشه. یه کاکایی هست، یکی که نونه بزرگ آورده اینجا تنهایی میخواره، فیلم بیفته. من این کبوترام دارم اینم آقا نبسره نبسو وسط دارم میبیده غذا میخوارم. اینم بعضی چه بزرگ شده. کاکایی ها نون گرفتن، اینو ساده نمیشه تام رفت. دعوا سر نون بربریه مثل اون بلاگ یه چیز گذاشتم، قلم زدن از بالا به پایین. دیدم نون رو برسم، آنون داره میدیدم دیگم تون نمیشه. خسته نباشه. یه چند تا به این کبوتر ها بندازیم بنده خدا. دستتون در نکن. برنج ریخته بودم براتون هست بگید. اما عاشقانه اومدم. خیلی سوره بهتون نگاه کنید. خیلی سوره. جنسشون نمیدونم چی ساختن. نوشین اینا همشون نظر اولین بهترین مناطق انجام. اولین کلوشه لایجان کدومه؟ جوادیان که ما لنگرود هم زده اولین، نوشین زده اولین، نادریم زده اولین.
این همشون اولیه. آب داد نمیشه رفت. مچ آبه. مثلا این گوشه میتونم برم. گوشه میشه. این قایقرانی لایجان تمرین میخوام بکنم اینجا. دراگون میمونم اجدا. عمرش نوشته بود تا جایی به 4 متر هم میرسه. روش برف شد. این مرغابی خاصیه اونجا، اسمشو نمیدونم. خوش دلتون نداره. جلو تابلوشون رو داره، همه رو معرفی کنه. اروپا رو زادیویایی هاشخانم اینجا براتون نونه گرم میسن، اون محلی میسن. این هم پارک بازی بچه های رو. بریم این چایی بخوریم گرم شیم، خیلی سرد. این سگردانی ممنونه. شاید هم حرف نزنه بهتر. این مقاله شهدای گمنان، خدا رحمتش. اینجا میبینید شهرداری لایجانه. این یه ساختمونشه بکنم روش میشه شهرداری لایجان. خیلی ساختمان خوشگلیه. بریم ببینیم حاجی هست یه چایی به ما بده. هنوز پیش یه چایی خوردم واقعا جا تو خالی. چای بهاره خوشمزه. اونجا دارن برفازی میکنن، صداشون میاد. بریم برفازی رو بگیریم. میدان شهرداری هست. این پرنده رو گفتم، این کشیم گردن سیاه بود چیزی کنجا دیدم، یا اردک بلوطی بود شبیه هم نایجان داره با این هوا. که دو تا آجاقه هستن، دو تا پیرمرد هستن باقالی و لبود داغ میرن. دو به یک. یکی هم اونور نیز داره تا او فرار کرد. یه حشیش دیگه
بسیار معدل هستن. برو چایی بخوریم یه ادامه بده. یخ بدم خیلی گرم شد تو صابونه نخورده برای کم رو زد اما هم بده اینجا سال شهرون زحمت بشه چایی بخوریم اینجا براشون دونم ریختن. آبشار لایجان خاموش یه چایی رفتیم بخوریم خوردیم البته چایی رو میذارم آخره بده برف وایستاد تشکر میکنم از هوا یعنی من ادامه میدادم برف میذارم بریم بریم چه خبره اون حاجی هم جد کن میخندیش حالا سر خورد بیا بیا بریم برفش بکنم ببینیم حتی برف ریزی زد حتی اینجا که دیگه تکرار مکررات اگه میخواد فیلم بگیره میاد از اینجا بسم الله میگیره. حالا ما یکم بریم یه کسی برنامه همین لایجان به قول لایجانی دیگه فکر کنم ساعت 12 شده الان مردم مشغول نهار اینا. نه یکی دارش 1:08 یه ساعت عقبه این صابونه نخورده روز دارم شروع نشد. بارون در واقع صدا میده بارون اینم سعدیه حافظی را حافظی لایجان در تصمیم که بریم که اون خیابون هم بگیرم برای اون خیابون خوشگله که بلاک رانندگی اینجا رفتیم اینجا خیابان کارگاه بام سبز رو بسته بودن گفتم تو بلا بام سبز رو بسته بودن دیگه نمیشه رفت بالا چون اون هم سر هم شلوغ بشه دیگه هیچکی رعایت نمیکنه اینجوری تصادفات میره بالا مثلا چیز میشه تا یه خورده برف میاد جاده ماسوله رو میبرن خیلی تصادف مردم بلد نیستن لازم نیاز به زنگ شهر داره زنگ شهر نداره بریم از این بیابه خوشگل از اینجا بگیریم
مثل تو دوردست ها من میبینم برف میزنه، جلوی ما نمیزنه. شانس ماست. اون نفاجه خونه علی کریمی اینه، بغلیه داره بلوان گفتم برای که اینو می‌نویسم. آقا چقدر میگی؟ من نمی‌دونم یادم میاد. اونجا پارک کرده کجا داریم میره؟ دیگه ولاگ اینجا تمومش میکنیم، خیلی دیگه طولانی شد. شاید اون بستن ورودی جزیره بسته است. ببینید جزیره رو توی قدم زدن شبانه سخت گرفتیم، غروب همچی چیزی. برای دوباره میریم ولاگ میگیریم شلوغش. اینجا قشنگه. امیدوارم که لذت برده باشیم. بلند همین حافظیه ما فقرا توجیه کلی هم داره، اونم بریم. پلو نمیشه را بالا نشونش. شاید که خوشتون اومده باشه ولاگ. یه چایی رو هم میذارم ادامه این. چای شما خالی، خیلی چایش عالی بود. چای اصل لایجان. سیاسه پول کنید دو پول لایجان. هم حافظیه. حالا امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و حمایت فراموش نشه. اگه دوست داشتین پلیلیست شهر لایجان ما رو نگاه کنید. توش ولاگ زیاد باشه. برفی، بارونی. شهاب سنگ همه چی گرفتیم. دیگه این هم ورودیش که بسته است. امیدوارم خوشتون اومده باشه. ممنون ازتون. خوش باش. جوجه کباب میاد. اینجا ماپوده.
حاجی داره اونجا باد میزنه. اون سمت زاویه بهتر شد. یه 5-6 سانتی انگار زده بالا. 4-5 سانت 4. چند روز پیش اومدم ولاگی همینجا رو گرفتم به سمت پایین. قدم زدن تا پایین شیطان کوه. از پله ها رفتیم. الان که نمیشه را برف زادیش هم سخت. دوستاشی میتونین همون رو نگاه کن. این لبو دا باقالی آش رشته این حاجی پشمکی هم نیست. این روز بود اینجا شب بلال دا کم بیم پایین تر بازم. من قدم زدن از اینجا رو براتون گرفتم. ولاگ اسمش رو احتمال زیاد بذارم ولاگ گردش در شیطان کوه، پله های شیطان کوه، همچین چیز بذارم دوست داشتید نگاه کنید. خیلی جالب بود. هوا بهاری بود تقریبا یه 2-3 روز پیش. بهاری منظور اوایل بهار نه خود بهار. اصلا نگاه کنید. خودم اولین بار بود پیاده میرم پایین. خیلی قشنگ بود. اینم لاهیجان زیبا و برفی. اونم استخره که ببینید اینجا استخر. اصلا این لبه بگیرم براتون. غروب که میشه این گرازا همون خوک میگن میاد. خطرناکه واقعا. امیدوارم خوشتون